بهت قول میدم این دسر رو هیچ جا ندیدی. بدون استفاده از هیچ رنگی و یا هیچ ژله‌ای این دسر جذاب و خوش رنگ رو درستش کن. و اگر از این قالبان نداری یا سختته، تو همین ظرفای یک بار مصرف به همین زیبایی میتونی درستش کنی. پودر ژلاتین رو روش آب سرد میریزم و میذارم کنار که قشنگ خوب پف کنه. 200 گرم خامه صبحانه، 300 گرم پنیر خامه یا پنیر لبنه بهش اضافه میکنم. یه کوچولو با پشت قاشق صافش میکنم، شکر رو بهش اضافه میکنم و پودر ژلاتین رو که پفکی شده بود اضافه میکنم. در حد 3-4 قطره از آب لبو بهش اضافه میکنم و میبرم روی بخار کتری میذارم که بماری بشه. ذرات ژلاتین کاملا باید حل شده باشه و یه محلول صاف و یه دست داشته باشیم. قالب من این شکلیه و اصلا چربش نمی‌کنم. اگر نداشتین از این ظرفا یک بار مصرف استفاده کنین. مایه دسر رو داخلش میریزم و میذارم داخل یخچال یا فریزر که ببنده. مواظب باشین اگه داخل فریزر میذارید یخ نزنه. به بقیه مواد دسر چند قطره دیگه از آب لبو اضافه میکنم که مایه یکم پررنگ تر بشه و روی لایه اول میریزم، میذارم مجددا ببنده. دوباره به مایه دسر آب لبو اضافه میکنم که پررنگ تر بشه و وقتی لایه دوم هم گرفت لایه سوم بهش اضافه میکنم و داخل یخچال میذارم به مدت 7-8 ساعت. بعد از 7-8 ساعت سمت کند چاقو رو خیس میکنم و لبای دسر رو از قالب جدا میکنم و به آرومی قالب رو از دسر جدا میکنم.